با عرض سلام. از اوضاع احوال کاسبی که نگم، خودتون همه میدونید دیگه چه خبر شده. هر روز یه قیمت، یه جنس، یه مدل. آدم میاد خبر گوش میکنه، حالش بد میشه و میدارن مملکت 6 روز تعطیل میکنن. رو حساب کی؟ ما یه کاسب که بس هر روز کار بکنیم که یه لقمه نونه امورات معمولیمون بگذرونیم. نمیگم حالا مثلا انباشته کنیم که یه مالی بخریم، یه خونه‌ای بخریم، یه کاسبی درست راه بندازیم. برمیدارید شما مملکت 6 روز 7 روز تعطیل میکنید. یکی نیست بگه منی چند کیلویی چند. بارا چی این کار داره میشه؟ به کدوم هوای آلوده، به کدوم سرما، به کدوم گرما؟ بابا نکنید همچین. از اون طرف برمیدارید آقای همتی تا روز دزد و پدر سوخته بود بیرونش میکردید، دوباره وندل رئیس بانک مرکزیش میکنید. تا کی میخواید فکر کنید ما مردم نمیفهمیم چیزیا؟ نکنید همچین، به خدا به خودتون. این مردم تا یه حدی طاقت دارن تحمل میکنن ها، نمیتونن تحمل کنن ها. بعد هی یکی هم اومد بیرون هی نگین ضد نظام و ضد فلان ها. بابا برسیم به داد مردم. ما نمیدونیم مجلسمون داره چیکار میکنه تو این مملکت. فقط صبح تا شب حقوقاشونو بگیرن، جیباشونو پر کنن و برن. کی به داد ما برسه؟